میخوام طغیان رو بدون مقدمه شروع بکنم. طغیان یک اسم ذهنیه، یک نامه، هیچ دلیل خاصی هم نداره که گذاشتم طغیان. صرفا به نظرم کلمه جالبی بوده. توی این کانال اصلا لایک برام مهم نیست، اصلا ویو برام مهم نیست، اصلا درآمدش برام مهم نیست. البته که از پول بدش بیاد، ولی واقعا برام اهمیت خیلی خاصی نداره. صرفا میخوام وقتی که میذارم و یک کتابو میخونم بیام و یک چیزی راجع به کتاب ها هم یا توضیح بدم یا از روشون بخونم. کلا کارم توی این چنل اینه که هم کتاب ها رو بخونم، هم یک چیزی واسهتون تعریف بکنم. مثلا دارم میگم این کتابو کجا، کی، با کی خریدم، چه قیمت خریدم، از کجا خریدم. و میگم اصلا ویو واسم مهم نیست، اصلا لایک برام مهم نیست. صرفا میخوام یکمی با ادبیات، با تئاتر، با سینما و با چیزای دیگه آشنا بشم، چون حس میکنم کار جالبیه و اگر آرشیوی نباشه جالبتر هم میشه. و واسه همین تصمیم گرفتم چنل طغیان رو تأسیس بکنم. تأسیس انگار کیم، کسی خاصی نیستم. تصمیم گرفتم که چنل باز بکنم و واسه دل خودم توش ویدیو بذارم. میخواد بگیره، میخواد نگیره، اصلا واسم مهم نیست. پس واقعا بی مقدمه و با مقدمه ای که تعریف کردم میرم سمت طغیان. شاید یک طغیان ذهنی باشه برام و چیز جالبیه. صحبت دیگه ای ندارم و این ویدیو هم خیلی کوتاه بود. ویدیوی بعدی احتمال داره یه کمی طولانی تر باشه، در حد 5 6 7 8 دقیقه. و همین، فقط مقدمه بود صرفا و اینجوری حس میکنم حالم بهتره. تموم.